موهام کمه ولی انقدر پرپشته که شونه لای موهام گیر میکنه. با اینکه پدرم، عموام، داییام همشون کف سرشون خالی شده و حتی خودم هم درگیر ریزش موی ارثی بودم و کف سرم داشت خالی میشد، فقط با استفاده 20 روزه از یه معجزه خونگی تونستم ریزش موی ارثیمو قطع کنم و موهامو مثل یک کلاهگیس طبیعی پرپشت کنم. نمیخواد چیزی رو برام کامنت کنی، نه توی دایرکت بفرستی، توی همین ویدیو هم رایگان در اختیارت میذارم. فقط خوشحال میشم که این پست رو سیو کنی و بفرستی برای دوستت. تشریف میبری دم نزدیکترین عطاری محلتون، 20 گرم روغن اصلی و خالص سیاه‌گونه رو تهیه میکنی به همراه 20 گرم روغن اصل رزماریو. این ترکیب رو به مدت 20 روز هر شب 20 دقیقه میزنی به کف سرت و بعد از 20 دقیقه میشوری. قسم میخورم که بعد از 20 روز میای دعای خیرت رو این پایین برام کامنت میکنی چون نتیجه گرفتی. یا علی.